درود میگم عزیزان، شالوی گلخوجه هستم. بازم در روبروی شما. امروز چهارشنبه است، 16 می و هفته کاری هم قریب نیست شده است. و قبل از اون که من سرختی برنامه خبری امروز رو برای شما معرفی کنم، همه شما رو پیش از همه با فرا رسیدن ماه شریف رمضان تبریک میکنم و خدا کند که در این ماه همه ما با صبر باشیم و زبانی ما از حرفای بد، چشمانمون از نگاه‌های ناجا و دلمون پاک باشد و امیدوارم که در این ماه و ماه‌های دیگر خداوند در خاندان هر یک شما فیض و برکت رو ارزانی دارد. و در نوبت خود همه شما رو دعوت میکنم که در برنامه خبری امروز ببینیم که مردم تاجیکستان، انیکترش ساکنان شهر دوشنبه، برای این ماه چه آمادگی گرفتند و برای اونها رمضان امسال از رمضان های سال گذشته چی فرق دارد، نرخ و نوا در بازار چگونه است. چون چند روزی پیش از فرا رسیدن ماه رمضان، امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در یک ملاقات با زیایان و نمایندگان دین و اهل جامعه با تاکید به تاجران گفته بود که در این ماه نرخ و نوا را در بازار بالا نبرند. و دیروز بعد 26 سال تنفس اولین اتوبوس از توشکند به شهر خوجند رسید. همکاران ما به واسطه شاهد این حادثه تاریخی بودند و گفته می شود که در چند روز آینده الکی رفت آمد اتوبوس ها از تاجیکستان به شهرهای دیگری ازبکستانی شروع می شود. همراه با شما خواهیم دید که نرخ راهگیرا برای سفر چقدر است. همین را میتونم بگم که نرخ آنقدر قیمت نیست، با جیب هر یک شما دوستان عزیز آن ضربه نمیزند. و در این برابر آن شرکت های نقلیاتی میگن که از هر دو کشور ضمن میگن که باز هم نرخ راهگیرا را بازبینی خواهند کرد. همچنین نگاهی میاندازیم به افغانستان که وضع در اونجا باز هم ناآرام است و نیروهای افغانستان گفتند که توانستند طالبان را از مرکز ولایت فراه عقب زنند و در این درگیری های شدید حدود 300 طالب کشته شده است. از سوی نیروهای افغانستان نیز قربانی بوده است. چون و چرا را شما در برنامه خبری خواهید فهمید. از آن خواهیم گفت که برق تاجیک را در تاجیکستان، یعنی شرکت برق تاجیک را به قسمت ها جدا میکنن، انیکترش به 3 قسمت. این تصمیم حکومت است و نگاهی میاندازیم به آنکه تا کجا این اقدام به بالا رفتن نرخ برق در تاجیکستان سبب نمی شود. تنها آن را میتوانم یادآور شوم که شرکت برق تاجیک بازم از شرکت های قرضدار در نزد بودجه حکومت کشور باقی میماند و بارها این نهاد از طرف حکومت همچون نهاد فساد زده تنقید شده است و ماهاست که کارمندان آن معاش نمیگیرند. و آیا تا کجا با چنین اقدام نو وضع این شرکت بحرانی میتواند بهبود یابد؟ اگر در برنامه با ما بیایید حتما خواهید فهمید. آزار جنسی در کار، دسترازی رهبران و زبان کوتاهی زنان. چرا با وجود آنکه تا رفت دسترازی شهوانی نسبت زنان از طرف رهبران کارخانه ها، همکاران مردی آنها و عموما مردان در جامعه نسبت زنان تاجیک بیشتر می شود، ولی آنها تلاش میکنند که این آزارها را پنهان بدارند و به کسی در این باره لب نکشند، حتی اگر موردهای تجاوز به ناموس هم جا داشته باشد. این هم در حالی است که قانونگذاری تاجیکستان نسبت به چنین عملها در قانونگذاری در کودکس جنایتی جزا پیش بینی کرده است. ما هم را خواهیم دید که برای چی زنان چنین عمل مردها را پنهان نگاه می‌دارند. خبرهای دیگر هم هست، ما برای شما بعداً انیکترش بعد از 2.5 ساعت دیگر در برنامه خبری رادیوی آزادی تقدیم خواهیم کرد. شما ما رو میتونید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید، پخش مستقیم برنامه ما رو، و همچنین در سامانه ما www.azadi.org و البته در شبکه‌های اجتماعی که در آنجا ما صفحه های رسمی خود را داریم.